وقتی در یک خونه با ما زندگی میکنی وظیفه داری که حساب بدی. فهمیدی؟ این چگونه؟ رجب علی ایبرانی. سلام علیکم. سلام علیکم. بیا بچه آمدی؟ بله اومده. چه داری؟ دارو ما آمدی. دارو؟ زنگ زدم گفتم دارو ما بیا. دارو ما آمدی. اولی هم یا شب خب هم بزار میکنم دارون بیازم بریم یا جمعه شنیم یا پیولچه یا ناخورده زنگ میزنی که بچه هم دارون بیار چیه پای؟ بچه هم نمیشه بچه هم نمیتونم کشتن. همی 1000% این ختونه با می کسلی میدوزه این تنپیری همسوی عربی 73 ساله شده است نمیلیستین چورا مفرویا مبرویا چور تاج خودش مفرویا بالیف نمفرویا همی بهونه را یا افتین هم میشینم خیلی بچه هم کسال بچه هم مونده بچه هم دورون بیار 100% یا چه یکم چی خوردی؟ شکمک سیره؟ من شکم 100% سیره من افتیم دا پاکی سیره این ها خیلی که زیوفت دویه باید تو با کسال نمیدوزی همه سینجا دیگه چون گوشو بهترین اوچه؟ اینجا دایی کلیما کبتای رخم در دیجای اوچه؟ وقتی نگاه کنم لیم برن همی برا آخی سوز کنن ها اوچه؟ نه بچه من نمیتونم بچم در میکنم نیست من 1000 بار میگم که همی لیباسای مرا نرسین 1000 بار گفتم که لیباسای من در کاردار نشین من کدام چیزی که در کار میشه واورمیا بیاوم نیست تا لیباسای من کجا دایم لیباسای در کاری بچه میکنم بچه نمیدونم در کجا یک قندر خوردم پشیرین کجا کار کنین کم همه تو با هم تایی ندوزین کار کنین نکو خما پد کور میره بیچاره کور میکنه سر تو بگه با می بیا کور خونه میکنه بایم یک گودم انصاف در کوره بچه یک خدا کش بفرش گایم نیونا کم خم کن در کار کن در کن همی ختونه با بیموری و با کسری میدوزین 100% اوچه؟ چیگه؟ خوبی نوچه جان؟ این چگونه آوازه داده؟ آوازت حقا همسایه ها فهمیدن قد دوای داری این چه خیلی طرز معاشرت میفورم دوای میکنم بعد چی؟ اوه طرزی گمزده نبینم شب کجا بودی؟ شبی درست گم میشه یکی پیدا میشه دوای چی احوال است؟ چی ایون؟ اول اینکه من در تو حسابات نمیتونم که در کجا بودم در کجا نبودم بعد خیلی فورا همون خیلی زندگی میکنم همون خیلی میگردم فهمیدی مرا؟ اوه وقتی در یک خونه با ما زندگی میکنی وظیفه داری که حساب بدی. فهمیدی؟ این چگونه طرز معاشرت با مادر اوچه‌ای که زندگیش تمام جوانیش را برای ما بخشید عمرش را خزان کرد تو امروز کلان شدی به سری پا راست میستی اکنون گم میزنی مادری که بعدی سری پدری ما در بر ما بود نخورد خودش ما را خوراند نپوشید ما را پوشاند احوالش را نمیبینی برای ما شده روی جاگه شده است امروز تو چونی گم میزنی یعنی که ما آرام ایستادم خواب کردم تو زبان برو آوردی تو با بسری مرا دست میبرداری تو بسری مرا دست میبرداری تو میدونی که من مردی خونه ایم تو میدونی که شما در سایگی من زندگی میکنی راست گفتی در سایگی تو زندگی داریم نه که من کار میکنم من بسری زن بودنم من میبرم کار میکنم
من پول کوارتیرا میتیم، من ای قفای مادر بانیسا میروم، من داروشا میخرم، من پول سیویل میدیم. خوب مردک کیست؟ تو باعث اشرت خودت و شبگردی خودت بود جورا بازی خودت سرگردانی بزگاه میزنی ها؟ دخترم جنگ نکنین، التماس جنگ نکنین. ایسی مادر جان شما خودتون را عصبی نکنین، روز دولینتون بلند میشود. باز گوش کن مرا، من از کار میروم بگاه بیام که تو در خانه نباشی. این همه جول و پوستک تا جمع میکنی از خانه دفع میشوی میروی. اون نفری که قدری آیله رو نمیداند، قدری خواهر و اپا و مادر رو نمیداند، در همون کوچه خور و ذلیل شود. جای او همون کوچه، نه اینکه آغوشی آیله. همون کوچه کامپیره چی سایر و گشتش چی؟ مادرم پاره تنی مای. تو چی همه کلینا جمع میکنی؟ سینه‌ای همچو خون من زیغم دارم. زنکیش برای خدای با وفا یارم کرده غم بارم. بیشنوی زنک جان از دلی زارم. بم برامد زنک جان خیلی بوسکو تا پوش زنک جان با سیر گشت ببینم وقتی سیر گشت کردن شده. خیلی بم برامد اوچا جان تیار شد. اوچا میریم سیر گشت یک استراحت بریم. خواب شده است، خواب شده است. مردک اوچتون کجا میرون؟ زنک یک بولگه بلند بگو من نفهمیدم گپ خیتا. یک بولگه خیلی بلند تکرار کن. آخه در همه خونه شینند شرط است از قفای ما روند. تو فراموش کرده که مادرم پاره تنی مای، تمامی بد نبدی مای. تو ایره فراموش کردی؟ مردک آخه موچتون کامپیره چی سایر و گشتش چی؟ هر دوی مازم شبهار میرویم یک سایر و گشت میکنیم، یک خوراک شام میخوریم، بر میگردیم. فراموش کردی که مادرم برای خوشبخت شدنی ما، برای یک جایه شدنی ما، برای یک عائله موفق شدنی ما چقدر کوشش کرد، چقدر زحمت کشید، چقدر مهنت کرد. برای خودش نکرد، برای فرزندش کرد، برای کلینش کرد. تو یارو همشه فراموش کردی؟ ای خاطرت برآوردی ها؟ خیر بعد چی؟ وظیفه شونه، وظیفه مادریشون اجرا کردین. چی اگه ما را یک جایه کردن گفتن تا آخری عمری ما ای قفای ما میگردن. کجایی که ما روان باید این کس روان هم خیل. رجب علی بچه تو چی همه کلینا جمع میکنی؟ من نمیخوام هیچ رفتم. من همین روز هم خیلی مونده شدم، همین خیلی بیفره شدم. بچم میخوام که در همین خونه استراحت کنم. اوشا جان الان برای همی مونده شدنتون، برای همی خسته شدنتون، خواهین نخواهین همراهی ما میرویم. اوشا بیرون در میریم یک خراکک میخوریم، یک باد هوای تازه. اوشا جان چی گفتی اوشای من؟ شما همراه کلین روین، سیر و گشت کنین، تماشا کنین، خوراک شام خورین و بیایید. آمدن شما ما یکم خوراک با مزه پخته میمون. چی گفته جوانا؟ آفرین خاله جان. ندیدیم مردک جان؟ خاله رفتن میخوام در خانه شینن. رفتیم خود ما میرویم. خاله جان شما در خانه شینیم، ما همراه بچه تا میرویم، سر گشت میکنیم، یکم خوراک شام میخوریم و شما طور که با مزه میاریم. خوب؟ ناراحت نشدیم خاله جان. رفتیم مردک. آفرین زنک جان، آفرین زنک جان. تو ناراحت نشه، تو همی خونه دا بشی، کار و برای خونه را جدی دیدن بگی، خوراکی خوب بپس. ما همراهی مادر به سیر گشت میرویم، با استراحت میریم، یکون شیرینی میخوریم و دیگر همیم یکون اونجا یکون کمبودی نداشته باشه. فهمو؟ ناراحت نشه زنک جان، ما رفتیم، احتیاط کن.